تصویر 40. بله. بله، بهرام کرمانشاهی نقاشی رو کار کرده. ناصرالدین شاه رو با لباس اروپایی ما میتونیم ببینیم، لباس فرمانده های نظامی میتونیم ببینیم. اگر دقت بفرمایید سمت چپ تصویر به سینه ناصرالدین شاه روی اون نوار آبی در کنار اون شمایل شیر و خورشیده یه دونه از این هرزای حضرت علی که قبلا نشون دادم رو تمثالش رو میتونیم ببینیم که تو تصویرهای ناصرالدین شاه خیلی زیاد دیده میشه. اینجا هم هنوز ناصر خیلی جوانه ولی یعنی ریش و سیبیل رو با هم داره دیگه. به سمت آخر که میریم ما فقط سیبیلو داریم که من از شاه عباس صفوی اقتدا کردم و ریشو دیگه میزنه. درسته. بله. تصویر 41 بفرمایید. ناصرالدین شاه هستش که تو موزه ملک نگهداری میشه، تو موزه ارمیتاژ هم شبیه این هستش حالت نشستش و ناصرالدین شاه بیشتر با تمایل تم رنگ آبی تصویر شده و ابوالحسن قفاری کار کرده. تصویر 43 محمد حسن افشار هنرمند. اینو از نقاشی که از ناصرالدین شاه کار کرد. باز دیگه نمونه‌هایی که واقع گرایی توش زیاد دیده میشه. سر خیلی بزرگتر از بدنه اگه دقت کنیم ولی لباس اروپایی داره و اون چهره ناصر رو توی برهه‌های مختلف سنی به ما نشون داده میشه. اون چهره شسته رفته‌ای که ما میبینیم اینجا خیلی کم رنگ‌تره، یعنی یکم به سمت واقع گرایی رفته. درست. بعدیش 44 بفرمایید. اینم نقاشی هستش که خیلی طلای زیادی داره، آبرنگ و طلا، و اینجا دیگه چهره ناصر داره تغییر پیدا میکنه، به میانه های سلطنت ما داریم میرسیم. درسته. تصویر 45 و 46 خانم دکتر. بله، این که عکسه که حالا این همونو ما نقاشیشو میبینیم که ابوالحسن قفاری احتمالا نقاشش هست، همون صندلی، همون لباسا. این که ما میگیم تاثیرات نقاشی بر عکاسی دوره قاجار یکی از سندایی هستش که ما میتونیم بهش استناد بکنیم که این دوتا عکس خیلی شبیهن و شاید نقاش از عکس اومده استفاده کرده برای تصویر خودش. درسته. تصویر 47 بفرمایید خانم دکتر. که اصلا محمد حسن افشار یا نقاش لالباشی یا لال بوده. خود این هنرمند هیچ وقت به لال بودن خودش تو نوشته‌هاش اشاره نکرده ولی دیگران اومدن راجبش نوشتن. این نقاشی خیلی نقاشی مهمیه، تو موزه ملک نگهداری میشه و منسوب هستش به محمد حسن لال و ارتش ایران رو نشون میده به همراه سپهسالار. شاید یکی از مسافرت‌های قبل از یکی از مسافرت‌های ناصرالدین شاه به اروپا باشه که میخواد مسئولیت سلطنت رو بده به سپهسالار و ولیعهد هم توش دیده میشه. بعد اینو از نزدیک آقای دکتر اگر نگاه بکنید هیچ کدوم از این سربازا شبیه هم نیستن، لباساشون جزئیات. البته به نظر من مرمت خیلی خوبی نداشته و متاسفانه ما یکم مشکلاتی که داریم تابلوها مرمت میشن خیلی تغییر میکنن و این دوبل و آسترکشی شده. حالا برای کسایی که شاید این برنامه ما رو میبینن و ندونن دوبل شده یعنی چی، چون ورنی خیلی زیادی روی این تابلوها میزنن، ورنی رو پاک میکنن، از زیر یه آستر میکشن، یه دونه بوم دیگه میچسبونن، پارچه در واقع متقال که عین بومه که اون کنده نشه. این پارچه دوبل شده الان یعنی و مرمت شده. نه باید اینجوری میکردن خانم دکتر، درسته؟ رو میکنن که نریزه دیگه. الان مثلا من یه نقاشی هستش که نذاشتم البته اینجا برای شما، هنرمندی به اسم حاجی بابا که ناصرالدین شاه و اینا هم کشته. اون خیلی یعنی 3-4 سال آینده اون تابلو کلا از بین میره چون حجم ورنی که روی اینا میزنن خیلی زیاده. بعد ورنی رو میخوام پاک کنم پاره میشه، کنده میشه، مرمتش خیلی دچار مشکل میشه. این کار میکنن که تار و پود نقاشی از هم نپاشه. متوجه شدم. بله. تصویر 48 اینم تمثال ناصرالدین شاه. این تمثال این پشتشه، اون گله این روشه. باز ناصرالدین شاه تو جوونی نشون میده و اون نقاشی گل و مرغ ما اون پشت میتونیم ببینیم. بله. تصویر 49 این تصویر که سال 1313 کار میشه، ناصرالدین شاه در مرکز تصویر هست. برخلاف نقاشی دیگه که خیلی بزرگ بوده، ناصرالدین شاه دیگه خیلی کوچیک تصویر میشه. نقاشی هستش که کمال الملک 5 سال و نیم طول میکشه تا این نقاشی رو کار بکنه. اگر شما کاخ گلستان که میدونم قطعا تشریف بردید نگاه این اتاق خیلی کوچیکه ولی ناصرالدین شاه اینجا خیلی تو اتاق خیلی بزرگی تصویر شده. 5 سال و نیم طول میکشه تا این آینه ها، انعکاس آینه ها رو کار کنه
مقاله من هنوز بیرون نیامده ولی توش گذاشتم که خودشو کمال الملک اون پایین تو شومینه گوشه سمت چپ زیر اون آینه خودشو تصویر کرده. این نقاشی به ما خیلی چیزی میگه دیگه. ناصرالدین شاه رو تاج و تخت و اینا نیست، رو صندلی اروپاییه، نگاهش به افق دوردست و روبروه. این نقاشی تغییرات سلطنت رو به ما نشون میده و این نقطه پایان نقاشی درباری ماست، چون همون سال ناصرالدین شاه ترور میشه دیگه. بعد از اون دیگه نیست نقاشی درباری؟ نه دیگه ما دیگه نقاشی اینطوری نداریم. داریم ما نقاشی احمد شاه داریم ولی این به عنوان یه پاترون حمایتی نقطه پایان این سبک نقاشی رو برای ما پایه میذاره. بله. تصویر 50. بله، نقاشی از مظفرالدین شاه. من یه مقاله راجع به مظفرالدین شاه نوشتم. بیشتر اینا تو حالت کارتوش مانند و قاب مانند. این نقاشی تو کاخ گلستان بود، از کاخ گلستان دزدیده میشه و توی حراج کریستیس فروخته میشه. الان تو مجموعه آل صباح کویت قرار داره و این تنها نقاشی هستش که کمال الملک از مظفرالدین شاه کشیده و تو نوشته‌های ذکر شده که به خاطر این نقاشی به کمال الملک مظفرالدین شاه یک انگشتر زمرد داده. نتونست ایران برش گردونه؟ نه. چرا؟ دیگه آقای دکتر، این هم آقای دکتر کسروی اومدن از رو عکسای دوره قاجار پیدا کردن و ما فهمیدیم تو حراج کریستیس بوده، اونجا فروخته شده و الان مجموعه آل صباح کویت سال 2000 فروخته شده. دیگه بعد چی از این تصویر آقای دکتر؟ اینا کاشی‌های دوره قاجار هستش تو موزه بریتانیا، موزه ویکتوریان آلبرت. اینا نگهداری میشه. اینا به عنوان کاشی مدرن دوره قاجار شناخته میشه و اینا رو من خیلی دوست داشتم. یعنی کاملا با نقاشی که پر گل و مرغ و توی کاخ گلستان و دیوارا اونا خوشگلی خودشو داره ولی اینها هم بسیار جذابه. اینا برای کاشی به عنوان کاشی مدرن شناخته میشه. بیشتر کاشی‌های کف هست و ابعاد استانداردی داره. تو تهران بیشتر پیدا شده. من این کاشی‌ها رو خیلی دوست داشتم. یه مقاله اصلا راجع به کاشی‌های موزه ویکتوریان آلبرت لندن نوشتم. عالی. این کاشی بله خیلی کاشی تک رنگه، یعنی سفید و سرمه‌ای ساده است، ترک خورده، خیلی نایابه، خیلی ازش پیدا نشده و کاشی ها ابعاد استاندارد داشته. این خیلی برام اصلا اینو به عنوان کاشی مدرن، این اون کاشی که اینقدر پرگل و پر طرح و رنگه، اینا کاشی ساده تو دوره قاجار. بله. 53. بله، این کاشی هم که تو موزه ویکتوریان آلبرت لندن نگهداری میشه، کاشی ابروباد بهش میگن، کاشی سفید و سرمه‌ای که طرح این شبیه پارچه‌های دوره قاجار هم هست و از این میری به کشورهای مختلف دنیا که با اون مقاله من راجعش اشاره کردم. شبیه این ما یه زیرانداز هم داریم که پارچه هستش و ما می‌بینیم شاهزاده‌های قاجار روش نشستن. این کاشی‌ها خیلی زیاد هم تو تهران هم تو شیراز بسیار دیده میشه. تموم شد الان. خیلی ممنون از اطلاعات. خیلی صحبت کردم. خواهش میکنم، عالی بود واقعا. خیلی لذت بردم از دانش شما. متشکرم. بزرگوارید، محبت دارید. امیدوارم که این پژوهش‌ها حالا دیده بشه و کسایی که علاقه‌مندن به هنر قاجار، پژوهشگرها، دانشجوها و متخصصان با دید دیگه‌ای به هنر این دوره نگاه کنن. هنر این دوره زیبایی‌های خاص خودشو داره، شاید کم رنگ البته تو سال‌های اخیر خوشبختانه هم پژوهشگران ایرانی هم خارجی خیلی زیادی به هنر دوره قاجار پرداختن و این هنر میتونم بگم تو دنیا دیده شده، بهتر شده اون دید منفی که شاید به هنر دوره قاجار بوده و امیدوارم که این روند رو به رشد باشه، رو به در واقع با اون غرض ورزی ها و حالا اتفاقایی که شاید تو این دوره افتاده خیلی کم رنگ بشه. من همون که تو پیجم مثلا اینستاگرامم هنر قاجار میذارم، اینقدر با من مثلا مخاطبا چیزی مینویسن که این دوره بعدی بوده، چرا راجع به این دوره کار می‌کنیم، بخشی از ایران جدا شده. ما باید بدون تعصب هنری دوره رو نگاه کنیم و ما هنرش رو کار داریم. تحولات اجتماعی قطعا توش تاثیرگذار هست ولی ما باید به ویژگی‌های هنریش بیشتر بپردازیم. بله، متاسفانه چی بگم خانم دکتر، اصلا متاسفانه این روندا هست و مثلا من مثلا خودم میتونم از بگم مثلا واقعا ما بارها هم گفتم مثلا پولادای گوهردار ایران، شمشیرها در دوره صفوی مثلا به اوج خودش میرسه، ولی متاسفانه من مثلا با من یه بار این نفر من گفتن که خب مثلا من خودتون میدونید خانم دکتر، من ثروت‌شناسی ایران از دوره همون مصر حتی قبل از مفرق من انجام دادم تا آخر دوره قاجار. هر ثروت‌شناس باید این کارو بکنه
و تحولا رو نگاه کنیم. مثلا به من خیلی هم میگفتن واقعا ما چقدر مثلا افول داشته از دوره ساسانی تا دوره مثلا صفوی. من بهشون میگم دوستان عزیز، فولادی که در دوره صفوی استفاده میشه اصلا قابل قیاس با دوره ساسانی نیست. متوجه میشید اصلا؟ ما باید هر دوره یا با خودش بسنجیم. من نمیتونم دوره قاجار رو با دوره زندیه یا دوره ساسانی یا هر چیزی با دوره خودش، با ویژگی‌های خودش، با هنرمندا و شرایطی که اتفاق افتاده. حالا امیدوارم که این مصاحبه مثبت باشه تا و من از شما خیلی متشکرم که منو دعوت کردین. من از دانش شما همیشه استفاده کردم و بسیار پژوهشگر خوب و قابلی هستین تو هنر ایران و خیلی خوب، همونطور که همه ما دلبسته این سرزمینیم، شما حتی تو دور از ایران هم بسیار بسیار خوب این موارد رو رعایت میکنین، این پژوهش‌ها رو انجام میدین و باعث افتخار ما ایرانی‌ها هستین. شما خانم دکتر از شما خواهش دارم اگه امکان داره لیست کتاباتون و لیست مقاله هاتون رو میتونید بفرستید که ما توی دیسکریپشن این ویدیو بذاریم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. قربان شما، خیلی ممنونم. پیروز باشید. به امید دیدار.